بینندگان عزیز برنامه پرونده سلام بر شما. لجن پراکنی و تبلیغات دروغ علیه مخالفان. این شگرد دیکتاتورها علیه مخالفان خودشونه. این طبعا شگرد 33 ساله رژیم آخوندی علیه مجاهدین هم هست. شیطانسازی از مجاهدین. این مأموریت اخص وزارت اطلاعات. In my 28 years working as a spy overseas, I've had exposure to the MOIS. They are well trained. They provide misleading, actually completely erroneous information. We call it disinformation. علت شیطانسازی رو هم خوب از زبان همین عضو مدیریت اطلاعات مرکزی آمریکا بشنویم. Why are the mullahs in Iran so worried about the MEK? And why are they committed, along with their puppet regime in Iraq, to eradicate the MEK? It's because the MEK represents the single most serious threat to their continued autocratic and dictatorial regime. They are afraid of you. ما قصد داریم در برنامه این هفته پرونده نگاهی بندازیم به برخی روش‌های وزارت اطلاعات در عراق برای مخدوش کردن چهره مجاهدین. ما رو در این برنامه همراهی کنید. رژیم برای راه اندازی این شبکه در عراق پول هنگفتی خرج کرده. قسمت‌های مختلف این شبکه در ارتباط مستقیم با ارگان‌های رژیم آخوندی در عراق هستند. یکی از مهمترین وظایف این شبکه شیطانسازی از مجاهدین و شایع کردن انواع دروغ‌ها و اتهامات علیه مجاهدین است. شبکه دیگری هم از آخوندها و مزدوران جیره‌خوار رژیم در عراق وجود دارد که همین هدف را دنبال می‌کنند. اقدامات وزارت اطلاعات علیه مجاهدین توسط یک کمیسیون مشترک امنیتی هماهنگ و کنترل می شود. این کمیسیون به دستور شخص ولی فقیه ارتجاع تشکیل شده است. هماهنگی با ارگانها و افراد متناظر در عراق نیز بر عهده همین کمیسیون است. دستورات هم از همین طریق از تهران به مالکی و دیگر عناصر و ارگانهای دست نشانده آخوندها در عراق ابلاغ می شود. دستور خامنه ای روشن است. کارهایی که دولت عراق قرار است علیه اشرف انجام دهد باید زیر نظر این کمیسیون و بر اساس توافق دو جانبه و با توجه به شرایط منطقه و عراق صورت گیرد. خامنه ای تاکید دارد اقداماتی که در عراق علیه مجاهدین صورت میگیرد نباید به نام دولت ایران تمام شود و مقامهای دولت عراق نیز از مرتبط کردن این اقدامات با ایران باید فاصله بگیرند و موضوع را یک موضوع کاملا عراقی نشان بدهند. تلاش رژیم و مزدوران عراقیش برای اینکه توطئه‌ها و لجن پراکنی هایی که علیه مجاهدین و اشرف میکنن رو یک قضیه عراقی جلوه بدن پیشاپیش نقشه برابه. چرا؟ چون که اون تنظیم رابطه‌ای که مردم اصیل عراق میکنن با مجاهدین خودش شاخص اینه که آیا اونها در کنار سفارت هستند، طرفدار سفارت و وابسته و مزدور هستند یا نه مردم شریف عراق هستند. برای اینکه واضح تر بشه من به ذکر چند نمونه اشاره میکنم. شما میدونید که من یکی از گروگانهای 6 و 7 مرداد در اشرف بودم وقتی که مزدوران حمله کردند و عده‌ای رو از بچه‌ها رو شهید کردند و عده زیادی رو مجروح کردند. ما رو به گروگان گرفتن، ما رو بردن به زندان خالص. در زندان خالص ما روزانه شاهد این دو نوع موضع‌گیری بودیم، مردم شریف عراق و مزدوران. مردم شریف عراق نمونه‌ای که میخوام براتون بگم، یک بار یک خانومی بود که اومد یک ظرف بزرگ غذا درست کرده بود آورده بود و با حالت واقعا مملو از عطوفت و انسانیت میگفت که من شنیدم که شما رو به خاک و خون کشیدن و شما رو
از شما شهید کردند و مجروح کردند، دیدم که تنها کاری که میتونم براتون بکنم اینه که این غذا رو بپزم و براتون بیارم و امیدوارم که از من قبول بکنید. در کنارش ما میدیدیم که همون مزدوران وابسته هر روز میان ما رو اذیت میکنن و برامون توطئه چینی میکنن و تهدیدمون میکنن. من خودم به دلیل مسئولیت هایی که طی این سالیان داشتم با عراقی‌های شریف زیادی سر کار داشتم و بارها هم این برام به وضوح روشن شده بود که اینا حرفی که مجاهدین میزنن فرق نمیکنه کدوم یکیشون، براشون حجت و روی چشمشون میذارن. بارها از خودشون شنیدم که میگن شما خیلی پاک هستین، چه مردتون، چه زنتون، چه برادرتون، چه خواهرتون، همتون پاکین، چشم به مال و اموال و ناموس مردم ندوختین، شما به دنبال چیزی هستین، هدفی هستین، اونم هدف کشورتونه، آزادی کشورتونه. به خاطر همین عقیده شما برای ما خیلی مهمه و واقعا هم تو این رابطه احساسات خودشونو تو خیلی موارد، مثلا تو خیلی چیزا، تو خیلی کارا بارز میکردن. به طور مثال در زمانی که اینا شنیده بودن، یعنی رژیم به طور گسترده گفته بود که مجاهدین نون ندارن، آب ندارن، الان تو بیابونن، اینا ما میدیدیم که صبح، ظهر، صبح، شب غذا میارن، چیز میارن. مثلا یکی بود که مستمر هر روز رو برای ما نهار میآورد. من یه روز ازش پرسیدم خب چرا این کارو میکنی؟ چه دلیلی داره که مثلا تو هر روز این زحمت رو به خودت میدی، بلند میشی نهار برای ما میاری؟ گفتش که راستش مادر من به من گفته اگر تو مجاهدی رو بشناسی و ببینی اون گشنه هست و کاری نکرده باشه براش، شیرم و حلالت نمیکنم. واقعا مثلا چنین انگیزه‌ای، چنین حرفی از کجا داره؟ آیا جز این نیست که اعتماد عمیقی به راه و روش و کار مجاهدین دارن؟ من با توجه به تجربه 26 ساله‌ای که در عراق و در اشرف دارم، باید بگم اگر حمایت‌های مردم عراق نبود، اگر مردم عراق به ما اعتماد و اعتقادی نداشتن، رژیم خمینی، رژیم آخوندی با این همه مزدور، تروریست و آدم کش در عراق داره و همه جورش رو هم داره، از آدم کشان حقوق بگیر تا مقامات بالای دولتی در حکومتشون که مستقیما دستورات خودشون را از رژیم و از سفارت رژیم در بغداد میگیرن، ما تا به حال باید 100 بار نابود شده بودیم. اگه بخوام از حمایت‌های مردم عراق نسبت به مجاهدین بگم، ساعت‌ها میشه صحبت کرد و کتاب‌ها میشه نوشت. تو این سالهایی که ما تو محاصره بودیم، مردم عراق در مقاطع مختلف حمایت‌های خودشون رو نسبت به مجاهدین نشون دادن. مردم عراق مجاهدین رو مهمونای خودشون میدونن. مردم عراق، حتی مردم دیالی، میگن شما جز عشیره ما هستید. همین مردم عراقن که میان توطئه‌های رژیمو که هر روز نسبت به مجاهدین توطئه میکنه میان به ما اطلاع میدن، به شکل‌های مختلف میان میگن. وگرنه مجاهدین تو محاصره‌ان، از کجا میتونن این توطئه‌ها رو بفهمن؟ همین مردم میان بارها اومدن گفتن که رژیم اومده تو روستاشون، تو محلشون پول میده، مردم رو میخواد تطمیع کنه که بیان علیه شما شکایت بکنن یا بیان علیه شما تظاهرات بکنن. مردم رو میخوان بیارن جلوی در اشرف، ولی فقیه کور خونده، مزدورای عراقیش کور خوندن. این رو همه دیگه امروز میدونن که مسئله اشرف و مسئله مجاهدین برای رژیم مسئله بود و نبود خودشه. از خود ولی فقیه ارتجاع تا بالاترین ارگانهای رژیم دائما در حال طرح و نقشه و بررسی هستند که چطور میتونن خودشون رو از این کابوس که خواب رو از چشمانشون رو بوده خلاص کنن. اجازه بدیم ببینیم در این زمینه رژیم چه طرح‌ها و چه برنامه‌هایی رو پیش میبره.
پس از شکست سلسله اقداماتی که رژیم برای جاکن کردن اشرف به عمل آورد، شورای عالی امنیت رژیم که موضوع اشرف و توطئه‌ها علیه آن را پیگیری می‌کند، سلسله جلساتی تشکیل داد. در پی آن به تمامی وزارتخانه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط دستوری جدید ابلاغ شد. از جمله اینکه در 2 ماه آخر سال 2011 با بکار گرفتن همه امکانات خود یک بسیج گسترده سیاسی تبلیغاتی علیه مجاهدان اشرف را تدارک ببینند. خط کار بعدی عراقی جلوه دادن بستن اشرف و مخالفت با حضور مجاهدین در عراق و تبلیغ و فضاسازی حول آن بود. بر همین اساس سفارت رژیم آخوندی در بغداد در هماهنگی با کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق از 10 آبان یک شو مسخره جدید علیه مجاهدان اشرف راه انداختند. طبق این طرح قرار شد عده‌ای از اجیر شدگان عراقی رژیم توسط کمیته سرکوب اشرف و رئیس آن تحت عنوان عراقیان زیان دیده از مجاهدین در ورودی اشرف دست به تعصب بزنند و وانمود کنند ضرب العجل بستن اشرف تا پایان 2011 مورد حمایت مردم عراق است و به این ترتیب یک حمله خونبار دیگر علیه اشرف را زمینه سازی کنند. سفارت رژیم قول داده بود به هر کس که در این تحصن شرکت کند علاوه بر صبحانه و نهار و شام و امکانات استقراری و خدماتی روزانه 10,000 دینار به عنوان دستمزد و هدایای دیگر پرداخت کند. به آنها همچنین وعده یک سفر مجانی به مشهد و معالجه مجانی در ایران هم داده شده است. این طرح توسط یکی از شعب وزارت اطلاعات به نام هابیلیان هدایت می‌شد. سرکرده این شعبه دشقیم شناخته شده محمد جواد هاشمی نژاد 2 نفر از مزدوران عراقی اطلاعات به نام نافع عیسی و علی الزهیری را شخصاً برای پیشبرد این کار توجیه نمود. اما این طرح با شکست مفتضحانه‌ای روبرو شد. صرف نظر از آنکه با همه تبلیغات و صرف پولهای کلان به جز معدودی عناصر بیریشه و مزدور هیچ عراقی شریفی حاضر به شرکت در این نمایش نشد، به لحاظ صرف تبلیغاتی هم رژیم هیچ دستاوردی نداشت تا آنجا که سفارت رژیم در اطلاعیه‌ای به امضای اعتصاب کنندگان جلوی درب پادگان اشرف در 25 آبان با سوز و گداز نوشت: در خلال این چند روز که ما در اینجا به تحصن نشستیم هیچ فرد سیاسی یا نماینده مجلس یا یک نماینده از دولت محلی دیالی به دیدار ما نیامده است که ببیند خواست ما چیست. انگار که ما از سیاره دیگری به اینجا آمدیم. رژیم هر چقدر بیشتر دست به این نمایشات بزنه بیشتر رسواتر میشه و معلوم میشه که چیزی در عراق تو دستش نیست و جز یک مشتی مزدور. آنچه که به مردم عراق برمیگرده، مردم عراق با تمام وجودشون از رژیمی که کشورشون رو اشغال کرده و منشأ تمام بمبگذاری ها و کشت و کشتارها و بدبختی هاست متنفرن. مردم شریف عراق حتی اگر از گرسنگی هم بمیرند حاضر نیستند که به توطئه ها و لجن پراکنی ها علیه اشرف و مجاهدین تن بدن، چرا که این مردم شریف هم مجاهدین رو میشناسن و هم ایادی رژیم رو در عراق. یادم میاد که زمانی که ما در زندان خالص بودیم یک وکیل شریف عراقی اومد دور از انظار عمومی به ما مراجعه کرد و گفت من وکیل هستم و علاقمند هستم که پرونده قضایی شما رو در دست بگیرم و اون رو در مجرای قضایی دنبال بکنم و علیرغم اینکه میدونم ریسک هایی هم برای من داره ولی از شما میخوام دفاع بکنم، چرا که شما مهمانان شریف مردم عراق هستید. یا زمانی که من در بیمارستان بودم
یک خانواده عراقی اومدن، چند نفر بودن و گفتن که ما شنیدیم که مجاهدین مجروح در این بیمارستان هستند، اومدیم فقط عرض ادب بکنیم و بهشون بگیم که ما شما رو دوست داریم و شما ما رو در کنار خودتون دارید و نگران نباشید. واقعیت اینه که ما در هر نقطه عراق که بودیم، اولین حلقه حفاظتی که حول ما تشکیل میشد همین اهالی منطقه بودن. چرا که اونا اعتقاد و اعتماد عمیقی به ما دارن. اونا با پوست و گوشتشون جنایت‌های رژیم رو تو عراق لمس کردن و اینم میدونن که سد سدید در مقابل رژیم برای اینکه نذاره عراق رو ببله همین مجاهدین هستن. به خاطر همین هم هست که همه چیزشون رو از جمله حفاظت و چیزهای دیگر رو نثار مجاهدین میکنن. من بارها یادم هست که دیدم به بیمارستان میرفتیم یا جاهای دیگه و اینکه اونا اینو خوب میفهمیدن که رژیم احتمال داره کار تروریستی روی ما انجام بده، می اومدن به ما میگفتن خیالتون از بابت این نقطه مطمئن باشه، شما استراحت کنید، ما حواسمون به همه چیز هست. آخه اینا از کجا در میاد؟ آیا این جز این نیست که اینها اینو خوب میفهمن که مجاهدین یک سد سدید در مقابل رژیم هستن و نمیذارن که اهدافش تو عراق پیش ببره؟ ناف عیسی، مهره پیشانی سیاه نیروی تروریستی قدس در عراق، به شکست خفتبار یکی از اقدامات توطئه‌گرانه رژیم اعتراف کرد. او در گفتگو با شعبه پوششی وزارت اطلاعات موسوم به هابیلیان گفت: چندی پیش تصمیم گرفتیم تا پیامک‌هایی را برای 500,000 نفر از اهالی استان‌های بغداد، صلاح الدین و دیالی با موضوع تبریک به مناسبت تصمیم اخیر دولت عراق مبنی بر اخراج منافقین ارسال کنیم. بنابراین با مسئولان اپراتور شرکت آسیاسل گفتگو کردیم و پس از توافق در این مورد تمام هزینه ها را پرداخت کردیم. پس از گذشت 3 روز از امضای قرارداد، هیئت مدیره این شرکت مخالفت خود را با ارسال این پیامک با این بهانه که این اقدام توهین به مجاهدین خلق منافقین است و نشر مطلب علیه آنها یک خط قرمز است، اعلام و از انتشار پیامک‌های مذکور خودداری کرد. خدا میدونه از این توطئه‌هایی که مزدورای رژیم خمینی علیه مجاهدین و علیه ساکنان اشرف میکنن شکست میخوره. روزانه اینا دارن علیه مجاهدین توطئه میکنن. سفارت رژیم کارش همینه که روزانه علیه ساکنان اشرف توطئه بکنه، ولی خودشون میان به یکیش اعتراف میکنن، چون مرز سرخ مردم شریف عراق که علیه مجاهدین چیزی بخوام بگن، چون بارها شده اینا به مردم عراق مراجعه کردن و تو دهن اینا زدن. این فقط یک نمونه از 1000 نمونه است. مردم عراق طی 25 سال ساکنان اشرف و مجاهدین رو خیلی خوب شناختن. اونا مجاهدین رو متحد استراتژیک خودشون میدونن و اشرف رو تخم چشمشون میذارن. به خاطر همین هم هست که در جایی که مجاهدین و اشرف در محاصره مطلق قرار داره و با بیرون خودش هیچ ارتباطی نداره، 525,000 تن از اهالی دیالی میان در حمایت از اونها بیانیه صادر میکنن و از اونها حمایت میکنن. و سریای قبل هم 5,200,000 نفر از مردم عراق و 3 میلیون نفر از شیعیان عراق به این حمایت اقدام کردند. سایت براسا متعلق به عوامل شناخته شده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق روز 11 بهمن 90 با انتشار مطلبی در حالی که از یک کمیته دستساز وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در عراق تحت عنوان انجمن عراقی نام می برد نوشت:
فرمانده پلیس الانبار با برگزاری سمیناری برای آشنایی با جنایات سازمان خلق مخالفت کرد. انجمن عراقی برای دفاع از قربانیان تروریسم گفت 1 هفته پیش با ارسال نامه‌ای خواستار تأمین حفاظت برای شرکت کنندگان در سمینار شدیم و کارت‌های دعوت برای شرکت در این سمینار را توزیع کردیم. سالن و همه امور لوجستیکی را آماده کردیم. بیانیه توضیح می‌دهد اما غافلگیری 1 روز قبل از برگزاری سمینار بود که از سوی یک افسر با درجه ستوان یکم به کمیته آماده سازی سمینار گفته شد که فرمانده پلیس گفت که ما با برگزاری سمینار در الانبار مخالف هستیم. بیانیه اضافه می کند ما تلاش کردیم از طریق برخی شخصیت‌ها با فرمانده پلیس تماس بگیریم تا توضیح بدهیم که این سمینار مربوط به یک موضوع ملی و سازمان‌های تروریستی و برای حفظ امنیت الانبار است، ولی او به شدت مخالفت کرد و گفت من با برگزاری سمیناری علیه سازمان خلق موافقت نمی کنم و نمی خواهم در این رابطه طرف حساب باشم. انجمن در پایان گفت ما تلاش کردیم از همه راه‌های ممکن با او ارتباط برقرار کنیم، ولی او به شدت مخالفت کرد و گفت اگر ادامه بدهید شما را به زندان میاندازم و وقتی به او گفتیم که در بغداد علیه تو شکایت میکنیم با صدای بلند خندید و گفت بروید پیش مالکی تا او سمینار را برگزار کند. سایت براسا در پایان می‌افزاید در همین رابطه دکتر نافع العیسی رئیس انجمن عدالت گفت سمیناری که قرار بود در استان الانبار برگزار شود چندین بار به علت مواضع مدیر پلیس استان و عدم موافقت او با برگزاری سمینار برگزار نشد. تنفر مردم عراق نسبت به مزدورای رژیم خمینی و نسبت به نیروی تروریستی قدس چیز پوشیده‌ای نیست، چیز جدیدی هم نیست، ولی چیزی که جدیده اعتراف خود مزدورای عراقی نسبت به همین توطئه هایی که نسبت به مجاهدین میکنن و مردم تو دهنشون میزنن، مردم قبول نمیکنن، به شکل‌های مختلف میخوان مردم فریب بدن، ولی همین که میفهمن این کاری که میخوان بکنن علیه مجاهدین مرز سرخ دارن، قبول نمیکنن و تو دهن رژیم میزنن. من از همینجا میخوام به ولی فقیه مفلوک و درمانده بگم که اگه فکر کردی به اسم مردم عراق میتونی کاری علیه مجاهدین بکنی غلط کردی و کور خوندی. یکی از ترفندهای رژیم در توجیه حمله به اشرف و کشتار مجاهدین بحث حاکمیت عراق. گویا که وجود اشرف حاکمیت عراق رو نقض میکنه و گویا که مجاهدین به عراق رفتند که با دولت عراق مبارزه بکنن. اما ببینیم در پشت ادعای حاکمیت عراق و سینه زدن برای اون چه چیزی نهفته است. به گزارش مشرق، حسن داناییفر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق 20 دی ماه سال 89 در گفتگویی تاکید کرده بود که دولت عراق به زودی بساط منافقین را جمع می کند. وی با بیان اینکه اعضای گروهک تروریستی منافقین در منطقه اشرف کاملا محدود و محصورند گفته بود ارتش کنونی عراق کاملا آنجا حضور دارد و شرایط بسیار ویژه‌ای حاکم است. داناییفر با بیان اینکه فشارهایی از بیرون به خصوص از سوی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها وجود دارد که دولت عراق اینها را بیرون نکند افزوده بود به نظر می‌رسد که دولت عراق مصمم است که بساط منافقین را به زودی جمع کند که فکر نمی‌کنم به 1 سال برسد. پاسدار داناییفر سفیر ولی فقیه در عراق در مصاحبه دیگری با خبرگزاری ایسنا با صراحت و وقاحت به عنوان کسی که از سال 1364 مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و حزب الدعوه مالکی را همراهی و هدایت می کرده
از حمله جنایتکارانه نیروهای عراقی به اشرف در 19 فروردین به عنوان اعمال حق حاکمیت عراق دفاع کرد و آن را توجیه نمود. کیه که ندونه در عراق مشکل حاکمیت رژیمه، چون که پاسدار دانایی فرق قبل از حوادث 19 فروردین به صورت علنی گفت که مجاهدین باید تا پایان امسال دستگاهشون از اشرف و عراق جمع بشه و بیرون برن. و یا پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه تروریستی قدس در مصاحبه‌ای گفت که ما به اصطلاح در عراق نفوذ داریم و یا عراق مرکز توجهات تصمیم گیرندگان ایران هستش. و یا در پیامی که به ژنرال پتراوس داده بود گفته بود که حرف اول رو در عراق من میزنم. تمام اینها نشون دهنده اینه که موضوع به اصطلاح رژیم و اینکه حاکمیت رژیم در عراق و چیز دیگری غیر از این نیست. آنچه که به ما اشرفی‌ها برمیگرده، ما سوگندمون رو خوردیم، نقش مسیرمون رو نوشتیم و از همه چیزمون گذشتیم. اگر این بار رژیم و مزدورای عراقیش بخوان دست از پا خطا کنن، چنان درس پایدار و ماندگاری بهشون میدیم که در تواریخ بنویسند. بله، ولی فقیه طلسم شکسته با انواع ترفندها و با تبلیغات سرسام‌آور تلاش میکنه که مجاهدین رو عامل بحران عراق معرفی کنه تا به این ترتیب نقشه های شوم و جنایتکارانش برای نابودی اشرف و مجاهدین رو پیش ببره. اما به دلیل افشا شدگی و منفوریت فوق‌العاده رژیم و به دلیل اعتبار و محبوبیت مجاهدین در جامعه عراق هیچ کدوم از این توطئه‌ها و تلاش‌های رذیلانه به جایی نرسیده. اونچنان که امروز این عراقی‌ها و این نیروهای مردمی و دموکراتیک عراقی هستند که با صدای بلند میگن که اشرف شاخصی برای سنجش استقلال عراق و شاخصی برای سنجش اصالت و عدم وابستگی هر جریان سیاسیه. البته رژیم آخوندی به رغم تودهنی‌های محکمی که مرتباً چه از اشرفی‌ها و چه از شخصیت‌های عراقی خورده و میخوره، باز هم به توطئه و دروغ پراکنی علیه مجاهدین ادامه میده و از اون دست بر نمیداره، چون تا وقتی که یک مجاهد در دنیا هست آب خوش از گلوی این رژیم پایین نخواهد رفت. بینندگان عزیز، تا هفته دیگر و برنامه دیگر از پرونده، خدا نگهدار.